اینجا نمیشه، اینجا بگیرید. از اینجا چند سانته؟ اضافه چقدر؟ نه از اینجا، از این سوراخ تا این سوراخ چقدر؟ نه کلا از اینجا تا اینجا سوراخ میخوره. چی 11 2 سانت 2.5 سانت. بستگی اگه نخواهید لپتا کنید 2 هم بگیرید میشه. بخواید لپتا کنید دیگه اولش بچه‌ها 2 تا دوخت مربع باید بزنید، خیلی به خودتون فشار نیارید. آه یالی چو مربع در حال تو سوراخ رو رد میشه دیگه، هر جوری هست باید ردش کنید. آقا بچه‌ها نگاه کنید، این باید مثلث چپ باشه، یعنی مال پای چپه. اینم الگوتونی که میذارید. خب اینجاش لفت و رایت چی میگم؟ میشم ال یعنی لفت. خب اگر اینو کسی نخواست بزنم بچه اجبار نیست، اشکالی هم نیست. خب بالا هم میتونم برم. حالا من میام پهلو، میام اینجا، اینم میام بغلیش، اینم میام بغلی. سعی میکنم با هم یه سوزن کارامو تا یه جای پیش ببرم، هر جا گیر کردم سوزن دوم میارم. خب حالا اومد اینجا. جای اولی من اینجوری میام، خب متناظر باش میشه این دیگه، اینم میشه این اولین سوراخ. اولین سوراخ. یعنی 2 تا نخه ها همیشه باید یاد بگیرن که از رو هم بیان بیرون. خب برای انگشتان مبارکتون اگر حالا اینجا من یه مربع اینجا زدم، سفتش هم کردم. میبینید مربع رو؟ میبینید میتونم 2 تا مربع دیگه بزنم اینجا، چون سوراخ زیاد زدم این طولش زیاد گرفتم، انگار 3 تا مربع میتونم بزنم. خب دوباره بچه‌ها من باید یه کار کنم، اینا هم دیگه بکشن. از بغل همینجوری بیاد بیرون، یعنی اینجوری بشه. اینجوری شد یه جوری بکشیدش. خب اینجوری حالت شلنگ بشه. تمام که شد 2 تا از ورما بیرون. میتونم اینجا 3 تا مربعش کنم، بعد دوخت ساده میتونم نه همینجوری حرکت کنم بیام جلو. اینجوری چطوری اول چین بدیم بعد یکی درمون خط بکشید که اگه جا انداختید بفهمید تا آخرش با خودکار که پاک نشه. خب چون بعد اینم از اینجا اینم یکی در میون. آره وقتی که یکی در میون باشه به محض اینکه یه سوراخ جا انداختید خب دوختون اینجوری میشه. متوجه میفهمید. ولی اگه همش خط بکشیم که انگار هیچی. اینو من از اینجا میکنم توی از توی سوراخ در میارم، از اینجا میارم بیرون. بعد اینو میاریم. خب این نخره بکشه پایین که از توش رد نشه. خب بعد کار انجام بدید. اینجوری بکشید اینجا مغزی بشه. خب برید تا آخر انجام بدید. باشه نهفته اینجا میخوره، چرمخوامش هم تا اینجا میخوره. خب یعنی روی میذارم ببینید میشه. ولی کفشای دیگه شما باید کلش رو چرمخوام میذارید خیس کنید بکشید. این دیگه درس‌ها هم نداره، یعنی حتی تو چرمخوام زدنش هم کارتون راحت‌تر. سایزش 40. خب 40 سانتیش میشه 58. نگاه کنید 58. فرمولش که میدونید چیه؟ نه تو کتاب هست. سایز منه 22 تقسیم 10 به اضافه 4. اینو میذاریم اینجا. این آروم خب یه خوردی اینجوری باش بازی کنیم. اینجوری خب یک کمش مونده از این ور باشه همکاری میکنیم. اینجا میشه صافش کرد. که موقع کار حرکت نکنه. من هنرجا چه مشکل با یه واشری دارم. یه واشر با چرم خواهم رو چرم بوزی میزنم. فکر کنم مثلا این خودو چرم حاجت میده. این بحث نیروهاش دقت نمیکنه. رو گاوی میزنه، رو بوزی میزنه. هرچی رو روی کله گاوی ها بزنه بعد روی چیزی
هسته چه فرقی داره؟ خب توی یکی از این سوراخ‌ها حالا اینجوری من میزنم. وقتی اینو شما واشر داشته باشه خب تا آخر که فروش بکنید دیگه میخه نمیره چرمه رو جر بده، چون یه حائلی داره. چه قشنگ موقع در آوردنش هم اینو میکشید درش میره. اگرم اینو کشیدید دیگه میخمون گرمه حداقل یه فاصله هوایی میمونه که باز میخه رو بگیرید. واقعا بچه‌ها این خیلی لایه چرم داره، بنابراین ما همه رو میبریم به غیر گلابی، چون تو مرحله دور زدنش اگر همه رو برگردونید خیلی لوک وای میشه. خب من اینو به غیر از گلابی بقیه‌ش رو میبرم، اون که میره زیر قالب با ببینم سنباده بخوره دیگه. شاید میتونی دیگه نگاه بچه میخوب باید که سرش من دادم اول هنوز یک کمی این دیگه یادم نمیره. میخه گیر کنه سنباده خراب میشه. ولی شما هم عجله دارید نمیدونم، ولی که باید در اصل باید 45 دقیقه بهش زمان خوش شدن بدیم. خب سنباده زدیم استاد؟ آره تو نبودی بکنم. بچه اینجا رو من الان فشار میدم که دوبار چسب بشه ولی نمیچسبونم، بذارم هوا بخوره. فقط میخوام همه جاش چسبی بشه. این دیگه بچه من 45 دقیقه دیگه باید بچسبونمش دیگه. الان هر کار کنم نمیچسبه، تره، باید خشک بشه. 45 دقیقه دیگه بیاین دیگه. خواهد میخ بزنید اینجوری بیارید بچسبونید کفایت. حالا یا به هم میرسی یا به هم نمیرسی، برای ما اهمیتی نداره. نه اینجا شو میپیچونیم میخ میزنیم، مثل اونا دیگه میخ کج نمیخواد، یعنی چند تا دونه میخو دیگه چه باید و اینجا میگیریم میکشیم. چرم شماشو انقدر کش نمیاد، چرم نرم.
عادت داره. چسبش خشک شده قبلا. زود میکشی؟ آره همین چرم سرعت آره چون چسبش خشک شده زمانش هم خشک، هرچند چرمه تر بود خوب چسبه نمیچسبه، ولی با این حال میتونم بکشمش. میخوام شما هم یاد بگیرید کارو، میکشمش. چسبی که شما 45 دقیقه بذاره خشک بشه برش گردونی ها همون لازم میچسبه. بعدی بذار رو پاک میچسبی رو قالی نداره. چکش چیزی بجوش ها؟ این چرم تر خوب نمیچسبه وگرنه نه. خب گزم هم بیدین نمیخواد اینجا اکا بچه ها اینجوری ارتفاعاتشو اینجوری با این گزه نمیزنی ها؟ ما قیچی کنیم. شما هم گزن بخرید بزن. نگاه بچه وقتی تاجش بردید یه بار دیگه میکوبنش که اینا بخوابه. پخت بشه ماما اینا بچه حرکت میکنه بخاطر خیسه. آره خیس بودنش وگرنه الان فیکس باید میبود. نگاه بچه انگشت رو بذار اینجا که وقت بقیه چرم خط نندازه، هرچند این ورنی لامصب خیلی بد ساییده میشه روش کنده بشه. این من چرم ورنیه چیش نمیشه. شما یه قطعه چسب روی بیاد روی چرمتون رنگش چی میشه؟ بچه این لبش خیلی مهمه. این لبه اینجا خیلی مهمه تو کفشایی که لبه داره.